گفتم 5 و 6 عصر. یهو داد زد به سمت آشپزخونه، گفت خانم شام برای 2 نفر درست کن، امیر رو ما شب نداریم دیگه. اینو که گفت مصمم‌تر شدم که خودکشی کنم. رفتم در رابطه با روش‌های خودکشی خوندم، دیدم که اصلا یکیش اینه که شما 100 تا قرص بخوری. خب برای من این شدنی نبود، چون من از قرص 30 دیگه سیر میشم و اینکه اصلا قرص گرونه، نمیشه 100 تا بخوری واقعا. سراغ روش‌های دیگه خودکشی رفتم، ولی دیدم خیلی مصممم. یه خطی هست، شما زنگ میزنی موقع شما خودکشی کنی، زنگ میزنی اینا منصرفت میکنن. اصلا وجود این خط رو من درک نمی‌کنم. شما میخوای خودکشی کنی که دیگه چرا زنگ میزنی منصرفت کنن؟ ولی حالا من زنگ زدم و یه آقای برداشت گفتش که بفرمایید من میخوام خودکشی کنم. گفت شما سابقه خودکشی دارید؟ گفتم بله، من سال 85 یه بار خودکشی کردم، فوت کردم. گفت خدا رحمت کنه، بای. اونقدر شد زنگ زدم یکی دیگه برداشت و گفتم که سلام علیکم. گفت بفرمایید. گفتم من میخوام خودکشی کنم. گفت تحصیلاتتون چیه؟